یه روز رفتم سوپرمارکت واسه خرید، دیدم یکی داره دنبالم میاد. برگشتم دیدم یه خانم مسنه که زل زده داره منو نگاه میکنه. پرسیدم مادر چیزی شده که منو دنبال میکنی؟ اشک تو چشاش جمع شد و گفت تو شبیه پسر مرحومم هستی. وقتی منو مادر صدا کردی خاطرات پسرم اومد جلو چشمم. بهش گفتم خانم روزگار دیگه، یکی میاد یکی میره، همه رفتنی هستیم، شما هم خودتو ناراحت نکن. پیرزن تشکر کرد و همینطوری که داشت میرفت گفت که میشه دوباره منو مادر صدا کنی؟ منم چند بار با صدای بلند گفتم مادر 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 مواظب خودت باش. او هم روش برگردوند و خداحافظی کرد و رفت. خریدم که تموم شد رفتم پای صندوق حساب کنم. صندوق داره گفت 280,000 تومان. گفتم اشتباه میکنی. صندوق داره گفت نه خیر 30,000 تومان خرید خودتون بود، 250,000 تومان هم حساب مادرتون که گفت پسرم حساب میکنه. طوری سوختم که از این به بعد حتی به مادر خودم میگم خاله. آیه دکتر 250,000 تومانش به کنار، این که از احساسات عواطف آدم برای دوستی استفاده میکنن بد جوری میسوزونه. ناکس تو خجالت نمیکشی وسط وقتی که تو سالگرد انقلاب 57 صحبت از دزدی و خیانت به عواطف و اینا میکنی؟ خب معلومه همه یاد امام میفتن که اند این کارا بود دیگه. یه وقت دیگه میگفتی این مثالو. آیه دکتر شما کی میخواید دست از این تحلیل و تفسیر برداری؟ من دعا هم که بکنم شما تعبیر نفری میکنی. اگه زیادی سر به سرم بذاری مجبورم واسه یه دهان آواز بیارم. نه جان مادرت نه جان همین خالت. برو سر سوالا بینم. آیه دکتر یه نامه داریم از صادق لاریجانی ملقب به صادق ریزه. صادق نبین چه ریزه، دست بزن تا بو گندش همه جا رو بگیره تا اون وقت بفهمی این چه چیزه. این بدبخت میدونست شما دستش عصبانی هستین چون برام نوشته این سوال برای خودته، یواشکی بکن دکتر نبینه عصبانی میشه. تقصیر خودشه. به خودش هم گفتم که فهم من به اندازه نفهمی تو نیست. پرت و پلا میگه، آدم مجبور میشه بذاره تو کاسهش، بعد اینطوری میشه دیگه. و هوبوی همیشه میفهمودن به زباهاتو عرض میکردم بله میفهمودن که طرف رفت داروخونه چیه، بقیه پولشو چسب زخم داد، اینم با مش زد تو صورت داروخونه چی تا دیگه واسهش از این پیش بینی ها نکنه. همه که فقط زخم ندارن، یکم هست که اعصاب نداره. از اون به بعد هر وقت میره خرید بقیه پولشو بهش قرص اعصاب میدن. روشن شد یا برفستم به داروخونه. به هر حال صادق ریزه نوشته مقام عظما گفتن که حرفای مردم رو گوش کنیم ولی کشک میگن. من یه بار یواشکی گوش کردم اونقدر مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانی توش بود که گوشم تاول زد. فکر کنم خودشون هم جرئت نکنن گوش کنن. ولی سوال من اینه که این همه شعار ضد نظام علامت خطر نیست؟ آخه مشنگ ابله، تو که خودت میفهمی که بالاتر از خطره. صابونش به جون تو و اون 63 تا حسابت خورده. واسه چی دوباره میپرسی؟ ناکس. هوبوی همیشه میفهمونن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمونن که طرف با وانتش بادمجون میفروخت. مشهد مگو آقا اینا بادنجونه؟ طرف هم گفت نخیر اینا موزن، پدرشون فوت کرده سیاه پوشیدن. دکتر حاجی احمد خاتمی دوباره دست نظام رو کرد و تو نماز جمعه عربده کشید که میگیریم و میبندیم و ولی همه فهمیدن که ترس تو دلش لوله کرده. بس یکی رو باز نکن که اگه لقمان حکیم با حضرت ایوب اینجا بودن از دست مشهد بازی این احمد خاتمی ایوب صبرش رو از دست میداد، لقمان هم ادبشو. همون کنان شده. خوشبختانه از این طرف مقام عظمای ولایت داریم با درایت خودشون. سیاست خفقان و استراتژیکی رو انتخاب کردن، یا جیک نمیزنه یا حرفای صدمن یغاز و بی سر و ته تحویل میده. فکر کنم کسی نفهمیده که ایشون بیشتر از اون ترسیده. به نظر شما این راه حل بهتری نیست که اینطوری کنید؟ مردشور این مقایسه کردن تو ببرن. فکر کنم تو خودت فقط نفهمیده بودی که ایشون بیشتر از اون ترسیده که الان که حرفای خودتو گوش کنی تو کم میفهمی. در مورد راه حل مقام عظما خیلی سربسته میگم که آخرش دعوامون نشه. من هوبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه با رفیقش رفتن پیکنیک. رفیق گفت بشینیم زیر اون درخته. مشنگه گفت نه همینجا وسط جاده امن‌تره، زود پتو رو بنداز بشینیم.
رفیقش گفت بابا اینجا ماشین میزنه بهمون وسط جاده است، ولی مشنگه با اصرار وسط جاده پتو رو پرک کردن و نشستن. بعد چند دقیقه یه کامیون اومد گنده به طرفشون، هرچی بوق زد از جاشون تکون نخوردن. آخرش کامیونه فرمون گرفت رفت تو درخت. بعد مشنگه به رفیقش گفت دیدی گفتم وسط جاده امن‌تره، اگه زیر درخت بودیم الان هر دومون مرده بودیم. آیه دکتر من دیگه سربسته نمیگم، مشنگ منم یا تو که مقام عظما رو نشوندی وسط جاده که کامیون از روش رد بشه. کامیونه که زد به درخت. این یکی فهمید که این مشنگه نمیتونه تکون بخوره، بعدی که لو لغردش میکنه چی؟ مگه نشنفتی که گفت بریم صدای مردم بشنفیم؟ همینه که میگم مشنگه. چی رو بشنویم؟ دارن شعار میدن مرگ بر خامنه‌ای، بریم اینو بشنویم. فقط همین مونده بود که از این تریبون هم شعار مرگ بر خامنه‌ای داده بشه. تو که بدترشو گفتی. آخه این چه حرفی هست که تو میزنی؟ خودت گفتی اینجا کی بدتر تو اینو نشوندی وسط جاده.